پرسیده چی کارم و چیز حرفم، تا چشمهای مست شما هست شاعرم. سلام بیننده های عزیز، به برنامه موفقیت از چینل کابل وقت خوش آمدید. با من مدینه احمدی تا ختم برنامه همراه باشید. مهمان این هفته ما بانو فرحناز فروتن می باشد. بیایید که بیشتر در موردشان بدانیم. سلام، خوش آمدید بانو فرحناز. سلام، وقت بخیر بانو احمدی. خوشحال هستم امروز در شما در این برنامه حضور دارم. تشکر، سلامت باشین. بانو فرحناز، میخوایم از زبان خود شما بشنویم فرحناز فروتن کی است و چه فعالیت هایی دارد؟ خیلی سلامت باشین. بانو فرحناز فروتن دختر 19 ساله که خواست زندگی خود تغییر بده و به دنبال آرزوهایی که بود پا ماند. فرحناز فروتن محصل اقتصاد و همچنان دانشکده تاریخ عمومی پنتون کابل می باشه و همچنان در پهلوی از فعالیت‌های اجتماعی در نهادهای خصوصی داشته و همچنان علاقه خیلی زیاد به نویسندگی و شاعری داره. خب در قدم نخست چی خوب است از شما یک شعر بشنویم؟ درست است، چرا نه؟ یکی از غزل‌هایم است که تازه سرش کار کردیم و تکمیل شده. مرد و زن از دیدنت حیران حیران می شود، مست چشمان تو با عالم پریشان می شود. با نگاهت لحظه لحظه نیز لرزان می شود، قلب من بی تو هر لحظه گریان می شود. من تشنه چون سراب کبیرم عزیز من، تا تو آیی اشکهایم نیز فوران می شود. آسمانم امشب باز بی‌تاب تو است، روی بام خانه‌ام مهتاب تابان می شود. من به یک خنده، به یک گریه، به یک اشکم، ولی در وجودم ناله ها باز سوزان می شود. بسیار زیبا، بسیار مقبول بود. تشکر. بانو فروتن، شما پهلوی از یک مسئله رشته اقتصاد هستین، چطور رو به نویسندگی و شاعری آوردین؟ خوبی برمیگرده که علاقه من از زمان طفولیت بود. من خیلی علاقه داشتم به نویسندگی و شاعری و در کل بخشای ادبیات و هنرها. اما انسان باید در پهلویی که هنردوست است و بخشای اکادمی کار میکنه و بخشای هنری را خیلی دوست داره، باید از یک شغل ثابت داشته باشه، کسی باشه که بتونه سر پای خود ایستاد شود. و اقتصاد هم از جمله رشته‌ای بود که من دوست داشتم، میخواستم کسی باشم که بالای پای خودم ایستاد شم و یک تجارت شخصی داشته باشم. اما وقتی که من اقتصاد شروع کردم و بنابر بعض مشکلات که تا هنوز نتونستم ادامه پیش ببرم، خواستم بخشای هنری هم پیش برم و خواستم در پهلوی ازی به شعرگویی تازه شروع کردم و همچنان نویسندگی میکنم. شما اثری دارید به نام دختر بودن جرم نیست. میشه درباره اثر داستانی تان بر ما معلومات بدهید؟ من در پهلوی این داستانی که تازه تکمیل شده و انشالله به زودیا ویراستاریش تمام شده، قرار است در ایران چاپ شود. این داستان ما دقیقاً داستان برمیگیره از نامش که دختر بودن جرم نیست، از روایت یک دختر است که از زندگی خود حکایت میکنه که چگونه تولد شد، با کدام مشکلات در زندگی روبرو شد و چی کارهایی تانست، چی راهکارهایی به زندگی خود ایجاد کرد تا که تانست به موفقیت برسه. و این داستان هم داستان طویل است که قرار است در ماهنامه سخن در ایران به چاپ شود و انشالله تا قبل از سال نو کابل میرسه. انشالله بخیر چاپ شود. تشکر. بانو فرحناز، ما یک سوال داریم که از تمام مهمانای ما میپرسیم. سوال ما چالشی است. سوال ما است که از دوره مکتب الی پنتون با چه چالش هایی روبرو شدین تا به موفقیت که خودتان میخواستین رسیدین؟ خب اگر بگردیم به این سوال شما، این سوال است که هر بانو با این چالش ها روبرو میشه. هر دختر که از زمان مکتب آغاز میکنه، پا به مکتب میمونه، توی که دوره مکتبش تمام میشه میخوای دانشگاه بره، طبعا در زندگی با چالش های متفاوت روبرو میشه و من از همون جمله دخترایی هستم که با چالش های زیاد روبرو شدم، اما تونستم از پس تمام چالش ها بریم. اول اینی که چالشی بود که من که مکتب شروع کردم، در دوره مکتب بودم، طبعا مشکلات ساحه‌ای که من زندگی میکردم، مردمی که بودن زندگی میکردم، فکر میکردن دختر رفتن به مکتب جرم است، نباید دختر مکتب بره، نباید دختر تحصیل کنه. و ای که از فامیلا و دوستا بود میگفتن دختر نباید تحصیل کنه و ایلا خواندن و نوشتن وقتی که یک دختر یاد میگیره نیاز نیست که ادامه بده. شاید دختر وقتی که مکتب رفت دیگه تمام میشه.